دعوت کردیم از جناب آقای دکتر تحلیلگر ارشد مسائل راهبردی که مهمان امشب نگاه یک باشن و با ایشون گفتگو کنیم. خوشحال میشم که ما رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید. چیزایی رو که با هم طی کردیم یه بار دیگه جلوی بیننده ها میگم که شاهد داشته باشم وسط کار جر نزنی. ادا اطفال و لوس بازی و اف دوزاری ممنوع. یه بار مجری استراتژیکی بود پیداش نشده، تو رو آوردیم جاش، خودتو گم نکنی. تازه الان بچه ها دنبالشن راضیش کنن بیاد. ممکنه وسط برنامه بیرونت کنیم خودشو بیاریم. به خاطر همینم اینجوری دور نشوندیمت. اگر اجازه بفرمایید بیننده های عزیزم، بله ماسکا رو برمی‌داریم. ببین هنوز حرف از دهنم در نیومده تو اف دوزایی رو شروع کردی. مرد گنده، میخوای ماسک نزنی؟ خب از اول نزن. میخوای بزنی تا آخر بزن. چیه 10 ثانیه میزنی بعد در میاری؟ ناکس. این که دیگه انتقام سخت نیست. یه روز بگیم میگیریم، فرداش بگیم غلط کردیم با 7 جد و آباد مقام عظما. همه رو تو نظام گیج کردیم. به مشنگه گفتن برو عقب نگاه کن ببین چراغ راهنمای ماشین کار میکنه یا نه. رفت گفت کار میکنه، کار نمیکنه، کار میکنه، کار نمیکنه. روشنت هم نمیکنم تا تو خماریش بمونی. مجری استراتژیکمون گفته که این هفته علنی ظاهر نمیشم. مقام عظما 2 تا توپوزی محکم خورده، اسدالله اسدی، فخری زاده. بعد میگه که تاسه نشه بازی نشه. ممکنه سومین ضربه استراتژیکی خودم باشم. حالا ما هستیم ولی اون فکر میکنه که خودش استراتژیکیه. اعتماد به نفس اینو اگه خلال دندون داشت میشد کنده درخت. اتفاقا الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. من سلام میکنم خدمت شما، عرض ادب و احترام. مثل اینکه صدا قطعه، صدای آدمیزاد نمیاد. من صدای شما رو دریافت کردم. ولی من صدای آدمیزاد دریافت نکردم. مگه دکتر اونجا نیست؟ چرا بابا، دکتر اینجاست. گیر یه چیزی افتادیم که تازه داریم قد تو رو میفهمیم. از اول برنامه کلی حرف زده، عقلش نرسیده 4 تا از فواید ما رو بگه. بگو او بگه بهت تا تو یه چیزی یاد بگیریم وسط. خواهش میکنم از جایگاه علمی ایشون بفهمید. ایشون سرآمد بود در یک سری از علوم و در دیگر رشته ها و رسته ها. خواهش میکنم شما از جزئیات بیشتر جایگاه علمی ایشون برای ما و بیننده های عزیز بفرمایید. برو بینی. دریای علم و حلم ابر استراتژیست نظام دارای گواهینامه بین‌المللی پایه 1. کسی که کمر شکن و تو سربالایی شب تاریک 30 کیلومتر جاده هرات میبره بالا، دستی رو میکشه سویچ رو تحویل میده. اونی که رو کورنر خودش هت میزنه و توپو با تور آشنا میکنه. آیه دکتر بزن بهادر، همه فن حریف. واقعا شرمنده اخلاقتم. معرفی رو که بالاخره تو کردی. حالا بریم سر سوالا. ببین سوال موال دور و بر قیام چی؟ حتما در مورد موضوع سوالات متعدد و متنوع رو خدمتتون طرح خواهم کرد و خواهش میکنم پاسخ بفرمایید. میبینی ما گیره کی افتادیم؟ اصلا حرف حالیش نمیشه که. مرحوم آقایی همیشه میفهمودم از بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودم مشنگی رفت امتحان رانندگی بده، افسره گفت روشن کن، بعد برو عقب. اینم ماشین رو روشن کرد، در رو باز کردم، رو صندلی عقب نشست. روشن شد یا نه؟ روشن شد آیه دکتر. 1 ساعته دارم زور میزنم استراتژی حالیه این کنم. یک پرت و پلایی میگه که میترسم ببرنش بکننش سخنگوی وزارت خارجه. هر چی میگم عوضی میفهمه. مرحوم آقایی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که دکتره به مشنگه گفت پدر جان بیماری قلبی داری، داروهایی رو که نوشتم بخور، استراحتم بکن، مخصوصا از پله بالا پایین نریا تا 3 ماه. 3 ماه بعد مریضه رفت پیش دکتر. دکتر چک کرد گفت وضع قلبت خیلی بهتره. مشنگه گفت یعنی الان میتونم از پله برم بالا پایین؟ دکتر گفت آره. مشنگه پرید هوا گفت آخ جان پدرم در اومد، از بس که توی 3 ماه از ناودون رفتم بالا، از پنجره پریدم پایین. تو بهش یاد بده چی بپرسه چی نپرسه. از دکتر هر چی بخوای میتونه بپرسی. اند همه بحثاست. فقط همین یه قلم رو حواست باشه اسم قیام و قانون و اینها نیاری که عظما سنکوب میکنن. آقای دکتر شعار نغزنا لبنان رو خاطرتون هست که مطرح میشد. خب بفهمید که این موضوع الان چطور تحلیل میشه؟ میبینیم ما با چی طرفی؟
یاد نمیگیره که، تجربه نمیگیره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه مریض بود، رفت دکتر بهش گفت تا حالا پنیسیلین زدی؟ مشنگه گفت بله فراوون. دکترم بهش پنیسیلین زد، تا زد این افتاد به تشنج. دکتر گفت ناکس تو که گفتی قبلا پنیسیلین زدی؟ مشنگه گفت آره خیلی هم زدم، ولی هر دفعه همینطوری میشه. حالا بگو یه چیزی پخش کنن که من تو خود تو باغ بیارم اینجوری آبریزی را نندازی. اون چیزو بگو. حال روز فرماندهی سپاه رو پخش کنن که وقتی اسم قیام میاد این وسط چجوری میکنن، منم بعد وسطش تو باغ میارم. اگر اجازه بدید از بیننده‌های عزیزمون تقاضا بکنم که یک بخش رو ملاحظه بفرمایید، برمیگردیم در خدمتتون هستیم و گفتگو رو پیش خواهیم برد. این خب حالا که برگشتیم یه دهن در شستونی هم مجری برامون بخونه. مجری که میگم اونه ها، تو صداتو صاف نکن واسه من، بزنی زیر آواز همچین کفگرگی میزنم که شکمت رو زمین خط ترمز بندازه. ناکس. مجری جان کل بحث و خلاصه کن، توی 2-3 بیت چیه رو خلاصه بگو با خلاص شیم بریم. دم شما گرم آقای دکتر. بله 2 بیتی تقدیمتون میکنم. پریشان زار و افسرده است عظما، دو آپرکات بد خورده است عظما، بداده از دلو فخری خود را، نه باموز بل 2 بز آبد عظمای داده بیداد داده بیداد. دمت گرم استراتژیک تو هستی، با این شعرت ته بحث و تو بستی. تو کوه معرفت اند مرامی، مثل چاقو توی قلبم نشستی. شرمنده میکنین آقای دکتر. آقای دکتر سال اول در مورد اسدالاسدی مشنگ که همه دنیا رو از فعالیت‌های برون مرزی مخفی نظام خبر کرد. سوال این است که چرا ایشون تا این اندازه در کانون توجه دشمنان بوده؟ باز این قاشق نشسته پرید وسط بحث. خب دیگه چی کار میکرد که تو کانون توجهات قرار نگیره؟ بمب زده زیر بغل، با هواپیما برداشته برده اروپا، بعد ما ماشین تو کلی کشور چرخونده، از اولش هم زیر نظر بوده، با دستورالعمل منفجر کردن بمب هم گرفتنش. حالا میگه چی کار کنیم تو کانون توجهات قرار نگیره؟ اینکه بلاهت محضه. نه خیر بلاهت نیست. بدبخت عظمای بیچاره چاره‌ای واسش نمونده بود جز اینکه همین ریسکو بکنه. حالا همه جا عکس و فیلم و نوار صحبت‌های اسدالله مشنگو گرفتن، بعدم که گرفتنش گفته من مسئولیت دارم، یعنی من کاری نیستم، دستور از بالاست. حالا اشاره شد چند بارم ما در برنامه گفتیم و شواهد قرائن هم داره این رو نشون میده. نمیخواد تو واسه من اینجا کاراگاه بازی در بیاری. خب معلومه که دستور از بالا بوده که خود عظما و حاجی روحانی و ظریف و علوی دستشون تا کتف تو کار بوده. اما اونا حداقل تا الان جرئت نکردن به صراحت بپذیرند این مسئولیت رو، ولی بسیاری از کارشناسان عنوان کردن که احتمال زیاد این موضوع از طرف اونها مدیریت شده و این تصمیم اونها بوده. هرچی بیشتر باید ادامه بدیم تو خرابتر میکنی. آقای دکتر با توجه به زمانی که در اختیار داریم اجازه بدید که در مورد اروپایی ها هم خدمتتون طرح سوال بکنم. نه خیلی لازم نکرده در مورد اروپا میخواد سوال کنی، خیلی استراتژیکی میفهمی، حالا وقت اضافه هم میخوای. ناکس. از اینکه در این گفتگو و این برنامه شرکت کردید از شما متشکرم و سپاسگزارم. آقای دکتر اگر نکته پایانی است در خدمتتون هست. نکته پایانی دیگه چی واسه ما گذاشتی؟ من خلاصه میکنم. اوضاع عظما یه طوری شده که میگه خوش به حال اونایی که به هر دری میزنن بسته است. ما به هر دری میزنیم باز میشه، یک جو مشکل جدید ازش میاد بیرون. الان قوانین استراتژیکی سگانه نظام این شکلی شده. قانون اول، اون چیزایی که ازش نمیترسیدیم سرمون میاد.
قانون دوم، اون چیزا هم که ازشون میترسیدیم بیشتر سرمون میاد. قانون سوم که نتیجه قانون اول و دومه. در هر صورت فک عضو پیاده است. جمع کن برید دنبال کارمون.